یه بخشی توی گوگل آنالیتیکس 4 هست به نام لایبرری. این لایبرری بخش خاصی نیست، بخش وحشتناکی نیست. اصلا نترسید. احتمالاً اگه واردش بشید نگاه میکنید که میبینید شما میتونید یک سری مواردی رو توش تعیین بکنید، کالکشن بذارید، یا حتی یک سری از متریک ها و دیمنشن های جدیدی رو توش تعریف بکنید. این چیه؟ این دقیقاً همون چیزاییه که شما توی منوهای گوگل آنالیتیکس 4 میبینید. در واقع همون ریتنشن، همون تک، دموگرافیک و تمام این مواردی که ما به شما توضیح دادیم با یک لایبرری تعریف شدن. یعنی شما میتونید حتی اونا رو پاش بکنید و یک لایبرری جدید درست بکنید و اصلا یک سری آمارهای جدیدی رو از گوگل آنالیتیکس 4 دریافت بکنید. این خاصیت جدیدیه که گوگل آنالیتیکس داره که شما رو محدود نمیکنه به اینکه فقط اون اطلاعاتی رو به دست بیارید که خودش میخواد شما به دست بیارید. نه، شما میتونید اطلاعات دلخواه خودتون هم رو از گوگل آنالیتیکس 4 بگیرید. همراه من باشید. بخش لایبرری که میخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم کلاً 2 تا خودش بخش داره. خود لایبرری یعنی چی؟ لایبرری یعنی کتابخانه و کلاً هر چیزی که ما یک جایی انبار میکنیم و میخوایم مطالعه بکنیم اونا رو، اونجا میشه لایبرری. حالا ما تو فارسی بهش میگیم کتابخونه، ولی خب اینجا ما شاید با کتابا کاری نداشته باشیم. تو این لایبرری با چی کار داریم؟ با آمار و ارقام کار داریم. اینجا این 2 بخش چی هن؟ 2 بخش ما یکیش کالکشنه، یکیش ریپورت هاست. ما توی این بخش کالکشن که اول میخوایم واردش بشیم، میخوایم در واقع یک مجموعه ای از اطلاعات رو کسب بکنیم، ولی اینجا میخوایم خودمون این اطلاعات رو بسازیم. میخوایم خودمون بگیم چیا رو در واقع کالکت بکنیم، جمع آوری بکنیم. کلا کالکشن یعنی کلکسیون دیگه، یعنی در واقع چیزایی که جمع آوری شدن. حالا موضوع اینجاست، اینکه هر کدوم از این بخشایی هم که ما در رابطه باهاش توی ویدیوهای قبلی صحبت کردیم، اینا یک بخشی از یک کالکشن بودن. مثلا اگه یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی ما در رابطه با اکوزیشن، انگیجمنت، مانیتایزیشن و ریتنشن صحبت کردیم. توی ویدیوهای بعدیش از یوزر، توی بخش یوزر از دموگرافیک و تک صحبت کردیم. جالبه که بدونید لایف سایکل که اینجا نوشته در واقع اسم کالکشن این 4 تا بخشه. یعنی در واقع این 4 تا بخش خودشون شامل یک کالکشن میشن که اینجا این کالکشن ساخته شده به صورت پیش‌فرض. کالکشن لایف سایکل رو اینجا میبینید به صورت پیش‌فرض. این کالکشن وجود داره، اینجا هست. بعدش ما میتونیم اکوزیشن و انگیجمنت و مانیتایزیشن و ریتنشن و اینا رو اینجا میبینید داشته باشیم. یعنی شما میتونید اینو حتی ادیتش هم بکنید، یعنی حتی اطلاعاتش رو تغییر بدید. ما اول از همه ساختن کالکشن رو به شما میگیم، بعدش میریم سراغ این که حالا ادیتش هم بکنیم. پس اولین بخشی که واردش میشیم بخش کالکشنه. بریم اول از همه یه دونه کالکشن بسازیم، یه دونه کالکشن جدید اینجا ما بسازیم، بعد بریم سراغ موارد بعدی. خب روی این create new collection میزنیم. خب اینجا یه صفحه‌ای برای ما وارد میشه. اینجا ما میتونیم از بین در واقع قالب‌های کالکشن ها یکی رو بیایم انتخاب بکنیم. مثلا گیمز ریپورتینگ اینا رو میخواد برای مثلا دیولپرهای گیم ها و اینا رو داره خودش پیشنهاد میده. خود گوگل آنالیتیکس داره پیشنهاد میده. برای مثلا داده های سرچ کنسول میتونیم از این تمپلیت استفاده بکنیم. از برای مثلا توسعه اپلیکیشن میتونیم از اینا استفاده بکنیم. اما ما با اینا کاری نداریم، با این تمپلیت ها کاری نداریم. اینا برای کساییه که حالا خودشون میتونن اینا رو انتخاب بکنن و روی همینا کار بکنن. ما میخوایم خودمون یه دونه کانکشن درست بکنیم، یه دونه کالکشن رو در واقع داشته باشیم. پس روی این بخش بلانک کلیک میکنیم. توی این صفحه‌ای که برای ما باز میشه، ما قشنگ میتونیم یک کاستومایز کالکشن داشته باشیم. یک کالکشن سفارشی سازی شده، یک کالکشن شخصی سازی شده.
یعنی ما اینجا خودمون میتونیم اون لیستایی که در واقع خودمون توی ویدیوهای قبلی گفتیم و راجع بهشون صحبت کردیم و خودمون یه لیست جدید بسازیم. یادتون هستش که توی اون ویدیوها من معمولا اشاره میکردم که آقا یک سری از این اطلاعات و یک سری از این موارد شما ممکنه نبینید توی سایت خودتون یا ممکنه چیزهای جدید ببینید. اون به خاطر چی بود؟ اون به خاطر همین بخش لایبرری و بخش کالکشن و ریپورت ها بود که وارد اون بخش ریپورت ها هم میشیم. اما فعلا میخوایم ببینیم که این کالکشن چیه و چجوری ساخته میشه. میایم اول از همه ما باید یه اسم برای این کالکشنمون بذاریم. یادتونه یه اسم لایف سایکل داشتیم، یه اسم یوزر داشتیم. حالا میخوایم اینجا ببینیم که آقا مثلا کالکشن ما در رابطه با چیه، ما میخوایم چیا رو الان داشته باشیم، به خاطر همین طبق اون ما اسم میذاریم. ما اینجا فرض میکنیم که اصل چیزی که میخوایم مطالعه بکنیم مثلا به فرض مثال مطالعه جامعه شناختی مثلا کاربرامونه، مثلا همون مثل دموگرافیک که مثلا چیزاشو داشتیم. میتونیم مثلا بیایم بذاریم اسمشو مثلا دموگرافیک یوزر یا یه همچین چیزایی. این اصلا این اسم گذاشتن خیلی مهم نیستش. مهم اینه که از اون اسمه ما بتونیم بفهمیم که آقا این کالکشن میخواد چی و دقیقاً چه اطلاعاتی رو دقیقاً به ما بده. پس ما هم میایم یه دونه اسم میذاریم معنیدار، اما ممکنه که حالا مثالای ما فرق بکنه. مثلا میایم اینجا اسم میذاریم demographic acquisition. خب اسم کالکشنمون رو الان انتخاب کردیم. توی بخش بعدی ما باید موضوعات و گزارشامون رو اینجا مشخص بکنیم. Topics and reports، در واقع یعنی موضوعات و گزارش های ما. خب میایم اول از همه یه تاپیک جدید درست میکنیم. اینجا روی این create new topic میزنیم. اسم تاپیک رو الان میتونیم ما انتخاب بکنیم، یک اسم براش میذاریم. مثلا همون جوری که دیدید یه تاپیک ما داشتیم acquisition، یه تاپیک داشتیم engagement، اینا همون در واقع اسم تاپیک های ما بودن. الان مثلا ما اینجا میتونیم اسم این رو یک چیز دیگه ای بذاریم، مثلا بذاریم دموگرافی مثلا ما میذاریم، چون دموگرافیک رو داریم دیگه، مثلا ما اسمش رو میذاریم دموگرافی. اینا همه مثاله. من فقط میخوام اینجا به شما بگم که چجوری این ساخته میشه. و الا بخش لایبرری برای کساییه که دیگه انقدر وارد گوگل آنالیتیکس شدن، انقدر بلدن همه چیو، که دیگه خودشون میتونن اصلا یه گزارش جدید درست کنن توی گوگل آنالیتیکس. اصلا دیگه با گزارش‌های خود گوگل آنالیتیکس کاری نداشته باشن، خودشون برای خودشون یه دونه گزارش درست بکنن. اینو اینجا روی اپلایش میزنیم. خب ما 2 تا بخش رو باید اینجا به این گزارش دموگرافی اضافه بکنیم. 2 تا چیز باید اینجا داشته باشیم حتما، یا حالا این 2 تا رو میتونیم از بین اینا انتخاب بکنیم که یه دونه ما اول از همه باید گزارش اوورویو داشته باشیم. یادتونه دیگه اوورویو ها رو دیگه توی ویدیوهای قبلی یک سری دید کلی به ما میدادن معمولا از اون موضوعات. حالا یه دونه هم میتونیم دیتیل ریپورت بذاریم. بازم اون گزارش هایی که جزئیاتشون بیشتر بوده یادتونه دیگه، که مثلا به صورت ستونی بودن، نیو یوزر و یوزر داشتن و این حرفا. اینا هم میتونیم اینجا یه دونه گزارش اوورویو اضافه کنیم، یه دونه هم گزارش جزئی دیتیل. خب ما اول از همه یه دونه گزارش اوورویو انتخاب میکنیم. ما میخواستیم اینجا دموگرافی رو ببینیم دیگه، پس دموگرافیک اوورویو رو میایم انتخاب میکنیم، میایم درگش میکنیم اینجا. به صورت درگ اند دراپ هم هستش دیگه، میتونیم اینجا از اینجا بگیریمش درگش بکنیم اینجا. بعدش میتونیم یه دونه گزارش جزئی یعنی دیتیل ریپورت اضافه بکنیم که بازم من اینجا دموگرافیک دیتیلز رو اینجا اضافه میکنم. چرا؟ چون خب ما مثلا میخوایم مطالعه در واقع جمعیت شناختی داشته باشیم دیگه توی سایتمون، مثلا به فرض مثال. خب این هم اینجا دیگه تموم میشه. یا ما میتونیم بخش‌های دیگه ای اضافه بکنیم به این کالکشنمون، یعنی یه دونه موضوع جدید. یادتونه دیگه مثلا ما یه اکوزیشن داشتیم، یه اوورویو داشت، یه دونه دیتیلز داشت. ما میتونیم یه مورد دیگه هم اضافه بکنیم. مثلا اینجا ما دموگرافی رو خیلی روش تاکید کردیم، حالا مثلا اینجا ما میخوایم خیلی بریم سراغ فروش، مثلا ای کامرسمون رو میخوایم ببینیم. پس توی موضوع جدیدمون ما اسمش رو میذاریم ای کامرس. بازم روی این اپلای میزنیم،
دوباره باید یه دونه دیتیل اوورویو یه دونه در واقع ریپورت اوورویو بذاریم که ما میایم اینجا اونی که مرتبط با ای کامرسمون انتخاب میکنیم. مانیتایزیشن همون کسب درآمدمون در واقع خب خیلی مرتبط به ای کامرس ما، در نتیجه میایم اینو اینجا میذاریم مانیتایزیشن رو. بعد برای اون موارد جزئی تر دیگه اینجا ما مانیتایزیشن انتخاب نمی کنیم، همونطور که میبینی اصلا نداریم ما مانیتایزیشن رو اینجا. گزارش ای کامرس پارچیسز رو میایم میذاریم، اینا دیگه اطلاعات جزئی تره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، این کار رو کردیم، میتونیم اینجا سیو رو بزنیم. خب اینجا هیچ اتفاقی نمیفته وقتی ما سیو رو میزنیم، یعنی جایی نمیبرتمون. اینو حتما در نظر داشته باشید. سیو که زدیم ما خودمون باید دوباره برگردیم به بخش لایبرری. پس این بک رو اینجا میزنیم. انتظاری که ما داریم احتمالاً اینه که باید الان کالکشن ما توی این بخش، توی این منو اضافه شده باشه، ولی اضافه نشده. چرا نشده؟ چون ما هنوز پابلیشش نکردیم. میبینید اینجا این کالکشنی که ما ساختیم اومده، دموگرافیک اکوزیشن توی این بخش اومده. اگر اینجا نبود شما فقط کافیه که روی این فلشه بزنید بگردید دنبالش، ولی خب معمولا اونایی که جدید ساخته میشن همینجا میان، یا حالا ممکنه ترتیب دیگه ای داشته باشن. اینجا اگه همونجوری که میبینیم بیشتر فکر کنم به صورت حروف الف اول دی، بعد ال، بعدم اون آخریه یو، و به خاطر همینم معمولا احتمالاً اونی که حرفای اول انگلیسیه میان اول. اینجا ما دموگرافیک اکوزیشن رو میبینیم، اما بقیه اینا مثلا این لایف سایکل اینجا پابلیش شده، اینجا علامت پابلیشش خورده، ولی دموگرافیک اکوزیشن اینجا آن پابلیشته. برای اینکه این پابلیش بشه، منتشر بشه، ما چه کاری باید انجام بدیم؟ اصلا کار سختی نیازی نیست انجام بدیم، هیچ کار سختی نیازی نیست انجام بدیم. صرفا روی این منوی سه نقطه بغلش میریم و از بینش ما میتونیم ازش یه کپی درست کنیم، میتونیم اسمش رو تغییر بدیم، میتونیم مثلا حذفش بکنیم، پاکش بکنیم، میتونیم ویرایشش بکنیم، یا میتونیم پابلیشش بکنیم. روی این پابلیش میزنیم. خب همونطور که میبینید ما روی پابلیش زدیم و دموگرافیک اکوزیشن به عنوان یکی از کالکشن ها به این بخش اضافه شد. میبینید ما الان یه دوتا منوی جدید داریم. قرار نیست البته دیگه اینا رو آموزش هم بدیم مثل همون بخشای قبلی، اما خب چون اینا رو خودمون گذاشتیم، اما بیاید یه نگاهی بهشون بندازیم ببینیم چه اطلاعاتی رو دارن به ما میدن. مثلا همین دموگرافی رو میایم واردش میشیم، بعد دموگرافیک اوورویو رو نگاه میکنیم. اینجا رو مشاهده میکنید دیگه، در واقع همون اطلاعاتی که ما توی ویدیوی دموگرافیک گفتیم که در واقع گوگل آنالیتیکس به ما میده رو حالا اینجا اومده توی این موضوع داره ما، توی این کالکشن به ما میده. حالا شما مثلا میتونید اینجا هم نگاه بکنید، برید توی بخش دموگرافی هم نگاه بکنید. بستگی داره که شما چی رو میخواید اصلا اینجا در واقع چه جزئیاتی رو میخواید داشته باشید. ما حالا یه همچین چیزی رو داشتیم، یه همچین موردی رو داشتیم، نیازی نیست دیگه بسازیمش، ولی میتونیم چیزهای جدیدتر، گزارش‌های جدیدتر بسازیم. این دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره. میبینید که الان ای کامرس هم اینجا اضافه شده و ما میتونیم بریم مانیتایزیشن و ای کامرس پارچیسز رو ببینیم که توی همون بخش مانیتایزیشن هم اینا هستن، ولی ما میتونیم مثلا از اونجا حذفش بکنیم و بیایم خودمون یه دونه منوی جداگونه بسازیم. حالا دوباره برمیگردیم توی لایبرری. مشاهده میکنید دیگه اینجا الان ما میتونیم مثلا همون لایف سایکلی که اینجا داشتیم و ادیتش بکنیم، هم دوباره همین دموگرافیک اکوزیشنی که خودمون ساختیم و میتونیم ادیتش بکنیم، مثلا بذاریم که چه مواردی داشته باشن. میتونیم مثلا این لایف سایکل رو اصلا نداشته باشیم اینجا، میتونیم دیلیتش بکنیم که نمی‌کنیم این کارو، چون مسلما خب گوگل آنالیتیکس خودش به صورت گوگل آنالیتیکس 4 خودش به صورت یه سری داده های مرتب اومده اینا رو به ما داده، داده هایی هم که لازمن و اصلا ما آموزششون رو دادیم، پس دیگه نیازی نیست اینا رو دیلیت بکنیم. من به شما پیشنهاد میکنم که از همین مواردی که خود گوگل آنالیتیکس دادن شما خیلی اطلاعات زیادی میتونید به دست بیارید. اما خب اگر یه مقداری حرفه‌ای تر شدید خودتون میتونید کالکشن های جدید خودتون رو بزنید. اگر هم یه کالکشنی رو دیگه نخواستین خیلی راحت میتونید حذفش بکنید، یا حالا موارد دیگه‌اش مثلا میتونید ویرایشش بکنید، میتونید برید دوباره مواردش رو تغییر بدید. روی ویرایش که بزنیم که هم اینجا هست هم اینجا،
روی ویرایش که بزنید دوباره همین بخش برای شما باز میشه. دوباره میتونید مثلا به فرض مثال ریپورت های جدید اضافه بکنید، تاپیک جدید اضافه بکنید، حذف بکنید یه سری از این مثلا ریپورت ها رو، مثلا یکی از تاپیک ها رو کلا حذف کنید، از یه تاپیک یه ریپورتش رو کلا حذف بکنید و اینجور موارد. بعد از اینکه این ادیت رو هم انجام دادید دوباره روی این سیو میزنید. منتها اینجا دیگه 2 تا گزینه به شما میده توی این بخش، یا اولیه save changes to current collection که این اگه روی این بزنی در واقع تغییرات شما روی همین کالکشنی که داشتید روش کار میکردید اعمال میشه. اما اگه دومی رو بزنید save as a new collection، اون موقع اصلا میاد یه کالکشن جدید برای شما میسازه. یعنی این ادیتای شما رو میکنه کلا یه کالکشن جدید، یه دونه منوی جدید برای شما میسازه. ما روی همین save changes to current collection میزنیم که روی همین اعمال بشه. دوباره هم اینجا هیچ اتفاقی نمیفته و ما خودمون باید برگردیم تا مشاهده بکنیم. همونطور که میبینید اینجا ما تغییری که دادیم، ویرایشی که کردیم، باعث شد این کالکشن جدید ما demographic acquisition در واقع فقط یه دونه بخش داشته باشه، چون ما بقیه بخشاشو حذف کردیم و ویرایشش کردیم. حالا شما میتونید اینجا حتی این مورد رو هم حذفش بکنید کلا و یا مثلا کالکشن جدید بسازید یا کلا از همون کالکشن های خود گوگل آنالیتیکس استفاده بکنید. ما اینو حذفش میکنیم و میریم سراغ نکته بعدیمون. نکته بعدی که میخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم اینه که توی کالکشنز اگه دقت کردید اطلاعات خیلی محدود بود. گزارش هایی که ما میتونستیم انتخاب بکنیم خیلی محدود بود و گزارش هایی بود که ما داشتیم. چرا؟ چون ما گزارش جدیدی درست نکردیم. توی بخش بعدی ما میخوایم گزارش درست بکنیم، اصلا ببینیم یک سری اطلاعات رو بر چه اساسی داره گوگل آنالیتیکس دریافت میکنه و اصلا یک سری اطلاعات رو بهش بگیم آقا من میخوام بر این اساس تو این اطلاعات رو دریافت بکنی و میتونیم اینجا ما ریپورت جدید بسازیم. اما قبل از همه بیایید ببینیم که آقا توی اون لیسته مثلا همینجا ما دوباره روی این create new collection میزنیم، دوباره میریم توی این blank. ما اینجا نمیخوایم کالکشن جدید بسازیم، کاری با دیگه کالکشن نداریم، فقط اینجا یه دقیقه این ریپورت ها رو نگاه بکنید، ببینید چقدر تعدادشون کمه، چقدر ما ریپورت های کمی داریم، چه اوورویو ریپورت چه دیتیل ریپورت. چرا اینا انقدر کمه؟ چون ما ریپورت های بیشتر از این نساختیم. توی بخش بعدی من میخوام به شما آموزش بدم که چجوری حالا ریپورت بسازیم، چجوری گزارش های جدید بسازیم. بخش بعدی لایبرری در رابطه با یه همچین چیزی صحبت میکنه. میریم سراغ بخش ریپورت ها. کاری که توی بخش بعدی ما میخوایم انجام بدیم ساختن ریپورت هاست. ما میخوایم گزارش های شخصی سازی شده بسازیم. ما میخوایم یه سری گزارش هایی که خودمون میخوایم اونا رو بذاریمشون بسازیم. 2 جور ریپورت همونطور که توی ویدیوهای قبلی و توی همین ویدیو هم گفتیم گوگل آنالیتیکس 4 داره. اون ریپورت ها چه ریپورت هایی هن؟ یکیشون ریپورت اوورویوه. اینجا ما توی این create new report که بزنیم میتونیم create overview report بکنیم یا create detail report. ما 2 جور ریپورت داریم دیگه. یه دونه ریپورت اوورویوه که یه دید کلی کلا میده به ما از وضعیت سایتمون توی یه موضوع خاصی. یه دونه هم دیتیل ریپورته، یک سری اطلاعات جزئی در رابطه با همون مورد. حالا ما اول از همه میریم یک ریپورت در واقع اوورویو میسازیم، بعدش میایم یه دونه هم دیتیل ریپورت هم میسازیم. خب روی این موضوع کلیک میکنیم، روی این مورد. خب یه صفحه برای ما باز میشه که توی این صفحه ما میتونیم یک سری از اون گزارش هایی که میخوایم اضافه کنیم و اینجا بذاریم. به این گزارش ها میگن کارت. ما میتونیم کارت های خودمون رو به اینجا اضافه بکنیم، به این در واقع ریپورتی که میخوایم بسازیم. اینجا هم فعلا هم برای چیز در واقع توی این ریپورت نمیتونیم اسمش رو تغییر بدیم. اینجا الان نمیتونیم اسمو تغییر بدیم، اسمو بعداً میتونیم تغییرش بدیم. حالا اول از همه یه کارت رو اینجا اضافه میکنیم. این اد کارت رو هم میتونیم اینجا بزنیم هم میتونیم اینجا بزنیم. حالا ما اینجا روی این اد کارت کلیک میکنیم. خب
اولین چیزی که اینجا به ما نشون میده یک سری از همون آمارهاییه که ما قبلا راجبشون صحبت کردیم. اینا آمارهایی هستن که این کارت هایی هستن که خیلی خلاصه شده، سامری کارت ها هستن در واقع، که ما اینا رو داریم توی گزارشامون در واقع داشتیم. دیدی که تو لایف سایکل بودن اینا، یوزر اکوزیشن و اینجا نوشته که مثلا new users by first user default channel group که در رابطه باش خیلی صحبت کردیم توی بخش اکوزیشن. بعد در واقع ایونت کانت ها بر حسب ایونت نیم و موارد دیگه ای که اینجا داشتیم. اما خب ما خودمون میتونیم از کارت های دیگه هم استفاده بکنیم، کارت هایی که در واقع توی این سامری کارت های ما نیستن و ما میتونیم از اینا استفاده نکنیم، از یه سری کارت های دیگه استفاده بکنیم. مثلا لایف تایم ولیو رو بیایم بذاریم که بازم داشتیم توی موارد قبلی، بیایم اینسایت ها رو بذاریم. اگه یادتون باشه گفتیم یه سری نظراتی از خود گوگل آنالیتیکس میده بهمون، اینا رو ما میتونیم اینجا اضافه بکنیم. یادتون هست دیگه توی هر بخشی که میرفتیم خب یک سری آمارهایی بودن دیگه، در واقع این بخشا همین چیزایی هستن که ما الان اینجا داریم، یعنی اون بخشا هم برای گوگل آنالیتیکس 4 انگار همین جوری ساخته شدن. به خاطر همین ما میتونیم خودمون اصلا یه صفحه جدا، یه ریپورت جدا واسه خودمون بسازیم. حالا ما میایم اینجا مثلا یکی از این سامری کاردز ها رو انتخاب میکنیم. مثلا به فرض مثال ما میخوایم توی این ریپورت جدیدمون ایونت کانت با ایونت نیم رو بدونیم، یعنی مثلا تعداد ایونت های ما بر حسب اسم ایونت رو بدونیم، پس اینجا اضافهش میکنیم. میتونیم حتی از همینجا ریپورت های دیگر هم اضافه بکنیم. مثلا به فرض مثال میایم new users by first user default channel group هم انتخاب میکنیم. میایم مثلا از یه بخش دیگه users by gender جنسیت هم انتخاب میکنیم. اینجا روی این تیکش میزنیم. مثلا سن کاربرامونم users by age هم رو میخوایم در نظر بگیریم، این هم انتخاب میکنیم. فعلا همین 4 تا بسه تا ببینیم مثلا موارد دیگه چیه. اصلا بیایم از اون کاردای دیگه هم بازم انتخاب بکنیم. مثلا یوزرامون رو با اپ ورژنشون، که خب البته ما اطلاعات اپ رو نداریم، بهتره که اینو نذاریم، ولی مثلا بیایم کانورژن ها رو خیلی حساب بکنیم. کانورژن بای دیفالت چنل گروپ هم رو علامت بزنیم. مثلا یه 2-3 تا اینسایت هم بذاریم که گوگل آنالیتیکس بهمون بده، این داشته باشیم بد نیست. بعدش دیگه همین 6 تا بسته و کارتا رو اضافه میکنیم. همونطور که اینجا میبینید الان این کارتا سمت راست اومده، یعنی ما اینا رو اضافه کردیم. یه صفحه هم اینجا برای ما باز شده از همون آمارایی که ما اضافه کردیم از سایتمون. میتونید اینجا نگاه بکنید ببینید که الان ما این آمارا رو داریم. حالا مثلا یه سریاشون دیتاهاشون نیستش، وجود نداره، اون به خاطر خود سایت ماست، به خاطر چیز دیگه ای نیست. حالا ما اینجا مثلا اون مواردی که قبلا مطالعه کردیم و داریم، منتها به صورت قراقاتی همینجوری گذاشتیمش توی یه ریپورتی رو میخوایم داشته باشیم اینا رو، و این اون ریپورتیه که ما الان میخوایم مثلا مطالعهش بکنیم. اصلا ما دوست داریم ریپورت هامون رو اینجوری مطالعه بکنیم، موردی نداره، ما میتونیم بسازیم و این ریپورت ها رو اد بکنیم توی کالکشن هامون. بعد وقتی این ریپورت ها رو درست کردیم ما حتی میتونیم تمپلیت خاص خودمونم اینجا لینکش رو بذاریم، ولی خب ما اینجا الان تمپلیت خاصی نداریم. اگر که شما خواستین تمپلیتی داشتین شما میتونید لینکش رو درگ کنید روی این لینکه که در واقع اون تمپلیت هم اعمال بشه، اون قالب در واقع گزارش ها هم اعمال بشه. که البته خب ما برای وقتی که میخوایم یه قالبی خودمون درست کنیم دیگه به یه همچین چیزی نیاز نداریم. خب ما این 6 تا رو داریم و دوست داریم که مثلا این اطلاعات رو داشته باشیم. دیگه اینا رو که ساختیم این سیو رو میزنیم. خب اول از همه برای این در واقع ریپورتمون باید یه اسم انتخاب بکنیم. یادمون هست دیگه اینجا نمیتونستیم اسم رو تغییر بدیم، حالا اینجا میتونیم خودمون اسم بذاریم. مثلا من اسم این ریپورت رو چون خیلی ایونت توش مثلا مهمه میذاریم ایونت دموگرافی، چون خب خیلی از بخشایی هم که داشتیم مطالعه میکردیم دموگرافی همون ایونت ها بودن، یعنی مواردی بودن که مربوط به دموگرافی بودن و خیلی هم توی این بحث ایونت ها ما رفتیم، پس ما میذاریم اسمش ایونت دموگرافی. این بخش بعدی خیلی نیازی نیست، ریپورت دیسکریپشن. ما میتونیم توصیف بکنیم، بگیم که آقا ما این گزارش در رابطه با چیه.
در واقع مثلا چه اطلاعاتی و اینا داره، برای اینکه صرفا خودمون بدونیم، یا اگه یه کسی دیگه ای اومد وارد گوگل آنالیتیکس ما شد بتونه بفهمه که آقا این داره راجع به چه چیزی صحبت میکنه. مثلا ما میگیم در واقع این درباره اطلاعات مرتبط با دموگرافی ایونت هاست. مثلا ما به انگلیسی می نویسیم دیگه اینجا. این درباره جزئیات دموگرافیک ایونت هاست، یعنی درباره، یا مثلا میتونیم about اینجا شد. مورد بعدی که ما اینجا داریم ریپورت دیسکریپشنه. ما میتونیم این در واقع ریپورت رو توضیح بدیم، بگیم آقا این در رابطه با چیه. این دیسکریپشن های حالا خیلی مهم نیست، میتونیم نداشته باشیمش اصلا، میتونیم نباشه، میتونیم حتی بزرگترش هم بکنیم، بزرگ و کوچیکش هم بکنیم، مثلا اگه قرار باشه یه دیسکریپشن طولانی بنویسیم. اما خب خیلی مهم نیست، نیازی هم نیست حتما باشه، چون اسم ریپورت ما داره قشنگ میگه که در رابطه با چیه. اما خب میتونیم برای اطلاعات بیشتر یه همچین چیزی رو هم اینجا بنویسیم. بهتر هم هست به زبان فارسی ننویسیم، به زبان انگلیسی بنویسیم که مثلا دیگه توی گوگل آنالیتیکس خوب بشه بخونیمش، بشه خونده بشه. ولی خب ما حالا اینجا یه چیز همینجوری مثالی می نویسیم، مثلا می نویسیم درباره دموگرافی ایونت ها، همین، و دیگه مشخصه دیگه در رابطه با چی داره صحبت میکنه و سیو میزنیم. خب بازم اینجا ما میبینیم که به صفحه بر نمیگردیم و دوباره همین جاییم. برای اینکه این ریپورت رو ببینیم باید دوباره بریم عقب، بریم دوباره سراغ بخش لایبرری. خب همونطور که میبینید این ایونت ما توی اولین ایونت ها اینجا اضافه شده، اسمش هم ایونت دموگرافیه که خودمون گذاشتیم. سازندش بنده هستم، بنده حقیر هستم با اجازهتون. و آخرین بار هم اینجا نشون میده که کی تغییر داده شده. هنوز مربوط به بخش کالکشنی نشده چون ما براش کالکشنی درست نکردیم، قالب هم بهش ندادیم و یه دیسکریپشنی هم داره که من اونجا نوشتم، یه توصیفی هم داره که نوشتم. حالا ما اینجا میتونیم یا این مورد رو ادیتش بکنیم، یه کپی ازش بسازیم، اسمش رو تغییر بدیم، یا حتی به عنوان ریپورت اسنپ شات هم اینجا بذاریمش. یعنی ما اگه اینو ست از ریپورت اسنپ شات بکنیم، به جای این بخش ریپورت اسنپ شات این بخشه که میاد وارد میشه. یعنی مثلا دیگه ما میتونیم یه ریپورت اسنپ شات سفارشی سازی شده داشته باشیم دیگه، خودمون اصلا ریپورت اسنپ شاتمون رو بسازیم. همین ریپورت ها میتونن تبدیل به ریپورت اسنپ شات بشن و ما بریم توی این بخش نگاهشون بکنیم. الان یه بخشی خود ریپورت اسنپ شات، خود گوگل آنالیتیکس 4 یه دونه رو به شما داده که ما در رابطه باهاش هم صحبت کردیم تو اون ویدیو، توی ویدیوهای مربوط به ریپورت اسنپ شات. نیازی هم نیستش که خودتون یه ریپورت اسنپ شات دیگه درست کنید، چون که خب توی اون اطلاعات دقیق و کامل رو به نظر من گذاشته. ولی اگه به نظر خودتون یک سری چیزهای دیگر رو کارفرماتون میخواست که ببینه، یا خودتون اصلا دوست دارید یه اطلاعات دیگه ای رو توی ریپورت اسنپ شات ببینید، اون موقع میتونید یه دونه ریپورت اینجا بسازید و بندازینش توی ریپورت اسنپ شات. نخواستین هم میتونید این مورد رو اینجا پاک کنید که ما هم دیگه اینو چون بهش کاری نداریم پاکش میکنیم. مورد بعدی که میریم سراغش توی این Create New Report Create Detail Report. ما یه دونه Overview ساختیم، حالا میریم یه دونه دیتیل بسازیم. دیتیل ها رو یادتونه همونایی بودن که به صورت لیستی در واقع به ما نشون داده میشدن. بیاین الان یه نمونهش رو مثلا به فرض مثال توی Engagement نگاه بکنیم، بریم ببینیم چه مواردی بودن. توی این بخش Events مثلا میریم، این چیزی که اینجا الان شما مشاهده میکنید همون دیتیل ریپورته. نگاه بکنید ما یک سری مواردی رو اینجا داریم، یک سری موردها رو اینجا داریم، بعد یک سری جزئیاتی در رابطه باهاشون داریم به صورت ستونی. اینا همون دیتیل ریپورت ها هن. انگیجمنت اوورویو هم رو اگه واردش بشیم میتونیم ریپورت های اوورویو رو ببینیم، یعنی در واقع اون نوع دیگر رو. اینجا شما میتونید
ریپورت های اوورویو رو ببینید دیگه. همونطور که دیدید ما یه دونه از اینا ساختیم. حالا بریم یه دونه دیتیل ریپورت هم توی لایبرری بسازیم، ببینیم که اصلا چجوریه، چه فازیه در واقع. خب ما یه اوورویو ریپورت درست کردیم. الان میریم برای این که میخوایم یه دونه دیتیل ریپورت درست بکنیم. اینجا میایم این مورد دوم رو انتخاب میکنیم و بازم شما میتونید از بین این تمپلیت هایی که اینجا میبینید یه دونه تمپلیت رو خودتون انتخاب بکنید و مثلا لندینگ پیج رو که داشتیم قبلا موضوعش رو که اشاره هم کردیم که ممکنه شما لندینگ پیج رو مثلا اطلاعاتش رو توی یه گوگل آنالیتیکس دیگه نداشته باشید، به این خاطر که خب از اینجا انتخاب شده و گذاشته شده دیگه. اما خب شما چون قراره که خودتون یاد بگیرید چجوری یه ریپورت رو درست بکنید دیگه از تمپلیت استفاده نمی کنید و روی این بلانک کلیک میکنید. دیتیل ریپورت ساختن جریانش کلاً با در واقع اوورویو ریپورت ساختن فرق میکنه، چون کلاً دیتیل ریپورت همونجور که از اسمش هم معلومه در رابطه با اطلاعات و گزارش های جزئی میخواد صحبت بکنه. اوورویو بازم همونجور که از اسمش معلومه یه دید کلیه و در نتیجه دیتیل ریپورت خود ساختنش هم جزئیات بیشتری داره. خب میبینید ما توی دیتیل ریپورت هامون که قبلا هم بهتون توی همون ایونت هم نشون دادیم یه نمودار خطی داشتیم، یه نمودار در واقع بار چارت یا همون ستونی داشتیم. بعد می اومدیم پایین تر یه جدول داشتیم که اینجا اسامی رو نوشته بود، در واقع دیمنشن ها رو نوشته بود. بعدم یک سری متریک هایی و یک سری متراژ هایی رو مشخص کرده بود و اعداد و ارقامشون رو اینجا گذاشته بود. اما اینجا ما هیچی نداریم. چرا؟ چون نه هنوز دیمنشنمون رو مشخص کردیم نه متراژامون رو مشخص کردیم. بیایم اول از همه یه دیمنشن مثلا بذاریم. دیمنشن چیه؟ دیمنشن اون بودیه که ما میخوایم اینجا مورد بررسی قرارش بدیم. اینکه میخوایم ببینیم کدوم یکی از ابعاد سایتمون رو میخوایم الان اینجا بررسی کنیم و بیایید از کلمه بودم استفاده نکنیم، میگیم همون دیمنشن، چون بهتره که اصطلاحات رو اونطوری که توی خود آنالیتیکس هستن ما یاد بگیریم. پس اول از همه یه دیمنشن اضافه میکنیم. دیمنشنی هم که میخوایم اضافه بکنیم یه دونه است و ما باید یه دونه دیمنشن اصلی رو انتخاب بکنیم. از بین این دیمنشن ها که همونطور که یادتون باشه ما دیفالت چنل گروپ رو داشتیم، توضیح دادیم در رابطه باهاش، بعد سورس ها رو داشتیم و مثلا ایونت های متفاوت رو داشتیم، سن و علایق و جنسیت و اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم، خود ایونت ها رو میتونیم انتخاب بکنیم، یعنی مثلا چی باشه، مثلا ایونت نیم باشه و یا مثلا ایونت هایی که میخوایم انتخاب بکنیم میتونیم خود اون ایونت رو به صورت خاص انتخاب بکنیم. مثلا این تمام اینا خودشون یه ایونت یا کانورژنن که ما میتونیم انتخاب بکنیم. اما خب چون برای اینکه کارمون راحت تر باشه میریم سراغ یه چیزی که اطلاعات خوبی ازش داریم، میریم سراغ مثلا همین سورس. ما دیمنشنمون رو میکنیم سورسمون. سورس چی بود؟ منبعی که از طریق اونا مخاطبا وارد سایت ما میشدن. پس بعد اصلیمون رو میکنیم سورس. میتونیم بازم دیمنشن اضافه بکنیم، میتونیم ابعاد دیگه ای رو در نظر بگیریم، اما ما صرفا میخوایم روی یه دونه دیمنشن کار بکنیم، پس همین رو اپلای میکنیم. حالا که دیمنشنمون مشخص شد، اینجا میبینید که توی این اسم ریپورت ما که هنوز مشخص نشده، خب یه کلمه سورس اومده جلوش. یادتون هست دیگه یک سری از توی این ویدیوها یه سری از موارد رو داشتیم بهتون توضیح میدادیم، یه اسمی نوشته شده بود بعد 2 نقطه گذاشته شده بود و دیمنشن نوشته شده بود که ما گفتیم که ممکنه مثلا دیمنشن شما فرق بکنه با یه کس دیگه ای. اینجا توی همین جاست که ما این دیمنشن رو میتونیم توی این ریپورت ها مشخص بکنیم و بذاریم برای مثلا کالکشن هامون که کالکشن ها تغییر پیدا کنن کلا. حالا اینجا بعد از اینکه این اضافه شد ما میتونیم بریم سراغ متریکا، یعنی در واقع متراژ هامون رو مشخص کنیم. ما 12 تا متراژ رو میتونیم اینجا مشخص بکنیم، ولی ما کلا با یه چند تا متراژ کار داریم دیگه. میخوایم سورسمون رو بر پایه متراژ ها در نظر بگیریم. البته این رو دقت بکنید که وقتی شما رو این متریکا میزنید یه سری از این متریکا رو اصلا نمیتونید اضافه بکنید. مثلا اد تو کارت اضافه به سبد خرید رو نمیتونیم اضافه بکنیم چون هیچ سنخیتی با سورس نداره، اصلا سنخیتی با ای کامرس نداره.
در نتیجه کل بخش ای کامرس رو ما نمیتونیم اضافه بکنیم. ولی مثلا سورس با کانورژن با ایونت ولیو اینا سنخیت داره، ولی مثلا با ایونت کاونت نداره. ما به خاطر همین مثلا متراژ کانورژن رو میتونیم اضافه بکنیم. از این طرف یه متراژ دیگه رو بخوایم اضافه بکنیم، بازم میایم پایینتر و میبینیم که این یکی متراژ مثلا توتال ریونیو رو ما میتونیم بر پایه سورس نگاه بکنیم، بر پایه دیمنشن سورس، ولی اوریج پرچیس ریونیو رو نمیتونیم نگاه بکنیم چون اصلا به دیمنشن سورس هیچ سنخیتی نداره، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. حالا مثلا اینجا توتال ریونیو رو اضافه میکنیم و یه چند تا مورد دیگه ای که مثلا میخوایم بررسی بکنیم، ایونت ولیو رو میذاریم، اینایی که میتونیم رو دیگه، مثلا اینایی که میخوایم. در واقع من اینجا دارم برای شما مثال میزنم، والا شما اگه خودتون بخواید بسازید یه همچین چیزی رو، باید اون چیزایی که میخواید رو واقعا در نظر بگیرید. حالا انگیج سشن ها رو میذاریم، دوست داشتیم میتونیم باونس ریت هم بذاریم و حالا موارد دیگه، مثلا حالا یه مکس دیلی ریونیو رو هم میذاریم، بیشترین حد درآمد روزانه. اینا هم اپلای میکنیم. وقتی این کار رو کردیم دیگه خود آمارای ما اینجا میاد برامون. میبینید اینجا مثلا ما کانورژن رو جزو متریکا گذاشتیم، جزو متریکای اصلی، اولین متریک رو هم گذاشتیم کانورژن. به همین خاطر هم کانورژن توی اولویته. ما اینجا کانورژنز بای سورس اوور تایم رو داریم که توی در واقع ویدیوهای قبلی خیلی در رابطه با این موضوعات صحبت کردیم. ما توی این سمت چپ نمودار خطی رو داریم و توی سمت راست هم نمودار ستونی رو داریم. بعد حالا بر پایه همین دیمنشن و همین متریکا اومده به صورت جزئی هم با اون متریکایی که ما قرار داریم، یادتونه ما کانورژن رو قرار داریم، توتال ریونیو رو قرار داریم، ایونت ولیو رو هم قرار داریم و موارد دیگه، اینا اومده دیمنشن اصلی رو گذاشته اینجا که ما الان دیمنشن دیگه‌ای هم رو نمیتونیم انتخاب بکنیم. چرا؟ چون فقط سورس رو مشخص کردیم و وقتی روی این بزنیم فقط یا بیشترا رو اول حساب میکنه یا کمترا رو. الان از پایین به بالا، الان میزنیمش از بالا به پایین، از بیشترین به کمترین. بعد موقعی که اتفاقی که میفته اینجا اینه که ما میتونیم اینجا نگاه بکنیم ببینیم که هر کدوم از این در واقع متراژ هایی که مشخص کردیم چه عددی رو دارن به ما نشون میدن برای هر کدوم از این سورس ها. یعنی ما دیمنشنمون سورس بود، پس اینجا اسم سورس ها نوشته میشه، متراژامون هم این مواردی که اینجا گذاشتیم، پس متراژای اون متراژ ها رو به ما نشون میده بر پایه اون دیمنشن. حالا ما میتونیم فیلتر بندی هم بکنیم. توی این فیلتر بندی ما چیکار میکنیم؟ ما در واقع توی فیلتر بندی میایم یک سری بودهای دیگر هم اضافه میکنیم. یعنی مثلا ما میگیم ما این بود رو داریم نگاه میکنیم، میخوایم این بود شامل چه چیزی بشه، چه چیزهایی رو میخوایم به صورت جزئی نگاه بکنیم. مثلا میتونیم سن مخاطبامون رو در نظر بگیریم به عنوان یه بود دیگه و ولیو براش تعریف بکنیم. مثلا بگیم که کدوم سن رو میخوایم، 18 تا 24، 25 تا 34، و این ولیو هم بر پایه این دیمنشنی که ما اینجا میذاریم گذاشته میشه. یعنی ما اگه مثلا ایج رو عوض بکنیم بذاریم سیتی، مثلا بذاریم شهر، ولیو های ما تبدیل به یه سری چیزای دیگه میشه، مثلا تهران و کرج و تبریز و اینا. دیگه بازه سنی نمیشه، چون ما اگر سن رو بذاریم اینجا بازه های سنی برای ما میان و هر دیمنشنی رو بذاریم ما ولیوی مربوط به اون دیمنشنه که میاد نمایش داده میشه. حالا میتونیم شرایط دیگر هم بذاریم ولی ما همین شرایط رو در نظر میگیریم. اگه توی این add new condition بزنید باز هم یه دونه از همین شرایط ها میتونید اضافه بکنید. حالا ما همین یه شرایط رو میذاریم باشه. وقتی هم که اپلایش میکنیم دیگه اطلاعات ما بر پایه سن 25 الی 34 نشون داده میشه که البته خب اینجا ما دیتایی در این رابطه نداریم و بریم یه چیزی رو بذاریم که ممکنه دیتا ازش داشته باشیم. مثلا به فرض مثال بیایم این URL تماس رو در نظر بگیریم، یکی از ایونت ها رو در نظر بگیریم و ولیوش هم فقط بذاریم همون ولیویی که خودش براش تعریف شده، چون که خب این یه URLیه که این در واقع ایونتیه که خودمون تعریف کردیم. وقتی اپلای رو بزنیم دیگه فقط اطلاعاتی به ما داده میشه که در رابطه با این ایونت هست، فقط شامل این ایونت میشن. دیگه
کانورژن بای سورس اوور تایم ما فقط بر پایه کساییه که این ایونت رو انجام دادن. ما اینجوری اومدیم فیلتر بندی کردیم. حالا دیگه ما اگه بخوایم فیلتر رو میتونیم حذف هم بکنیم که دوباره اطلاعات به همون موارد قبلی برگرده، یعنی اطلاعات کلی بشه دوباره بدون فیلتر باشه، از هیچ فیلتر خاصی رد نشه. حالا ما توی این چارت ها هم میتونیم چارت هامون رو حذف و اضافه هم بکنیم. مثلا این لاین چارت اول ما در واقع همین چارت خط شکسته است که با زدن این میتونیم کلا حذفش بکنیم و فقط نمودار ستونی باشه. یا مثلا میتونیم این رو داشته باشیم نمودار ستونی رو حذف بکنیم که کاملتر مثلا نمودار خط شکسته بهمون نشون داده بشه. اگر هم شما تمپلیتی دارید میتونید اضافه بکنید به این بخش اگه قالب خاصی دارید. و توی مورد بعدی سامری کارز هاست. ما در رابطه با سامری کارز ها اینجا صحبت نمی کنیم. سامری کارز ها رو وقتی ما میتونیم راجع به صحبت بکنیم که اصلا خود گوگل آنالیتیکس این بخش رو درستابی توسعه بده. سامری کارز چیه؟ ما الان این سامری کارز رو اگه بخوایم اضافه بکنیم مثلا دوباره میایم بر پایه همین دیمنشنی که الان اینجا داشتیم سورس که فقط اینجا همین دیمنشن رو به ما میده، چون فقط همین یه دونه دیمنشن رو اضافه کردیم دیگه، میتونیم بیایم متراژهای دیگر رو در نظر بگیریم، موارد دیگر رو اضافه بکنیم، فیلتر بندی بکنیم و حتی ویژوالش هم رو اینجا تغییر بدیم، مثلا به صورت بار چارت باشه، به صورت پای چارت باشه یا هر چی. ولی اگه دیتایی نداشته باشیم هیچی به ما نشون نمیده، یعنی در واقع هیچ جدولی اضافه نمیشه. اگه ما هیچ کدوم از این مواردمون که میخوایم در نظر داشته باشیم مثلا متراژاش اصلا مشخص نباشن و چیزی تو هنوز اطلاعاتی در این رابطه نداشته باشیم یا گوگل آنالیتیکس اونقدی آپدیت نشده باشه که ما بتونیم همچین اطلاعاتی رو به دست بیاریم، اون موقع هیچی رو اینجا به ما نشون نمیده. ولی الان مثلا میبینیم که چون کانورژن رو داریم کانورژن رو به ما نشون میده. این سامری کارت رو ما اضافه هم اگر بکنیم در واقع هیچ تغییری اینجا ایجاد نمیشه، چون هنوز فعلا سامری کارت ها ثبت نشدن، هنوز خیلی تعریف نشدن توی گوگل آنالیتیکس، برای همین هم اطلاعاتی فعلا در رابطه باهاشون نیستش. خب این موارد رو هم که گذاشتیم میتونیم سیو رو بزنیم که به محض اینکه سیو رو بزنیم باید یه اسم برای این ریپورتمون انتخاب بکنیم. اسم این ریپورت رو مثلا ما میذاریم چی رو داریم اینجا اندازه میگیریم؟ ما داریم کانورژن رو، اصلی ترین در واقع متراژمون کانورژن رو بر پایه سورس، بر پایه دیمنشن سورس اندازه میگیریم. پس در نتیجه میایم مینویسیم conversions by source، کانورژن بر اساس سورس. ریپورت دیسکریپشن هم میتونیم بذاریم، یعنی میتونیم توضیح بدیم همونطوری که گفتیم، حالا نیازی نیست، مشخصه توی اسممون مشخصه و اینم واجب نیست که حتما بنویسیم و سیو رو میزنیم. بازم اینجا میبینیم که اتفاقی نمیفته، ولی خب توی لایبرری های ما اگه بریم میبینیم که این مورد اضافه شده. بریم یه لایبرری ها رو یه نگاه بندازیم. وقتی دوباره برگشتیم به صفحه لایبرری میتونیم بریم پایین‌تر و اینجا نگاه بکنیم که این ریپورت ما هم اینجا اضافه شده و ما میتونیم توی کالکشن هامون ازش استفاده بکنیم. یعنی اگه مثلا بریم توی این create new collection میتونیم توی اون بخش ریپورت ها که بهتون نشون دادیم این ریپورت رو هم اضافه بکنیم و براش کالکشن های جدید درست کنیم، یا بهتر بگیم برای کالکشن های جدید این ریپورت رو هم بذاریم. خب اینم هم بخش لایبرری، بخش حرفه‌ای لایبرری که بیشتر برای متخصصای گوگل آنالیتیکس 4. ممنون که همراه من بودید. دیدیم که لایبرری تو گوگل آنالیتیکس 4 چیه. ما میتونیم آمار و ارقام خودمون رو اونجوری که میخوایم توی گوگل آنالیتیکس 4 بذاریم و اصلا به هیچ عنوان محدود به همون منوهایی که خود گوگل آنالیتیکس به ما میده نمیشیم. این همون جهش بزرگیه که گوگل آنالیتیکس 4 نسبت به نسخه های قبلی خودش برداشته، مثل همون موارد ایونت، مثل تعریف کانورژن، مثل تعریف متریک ها و سگمنت های مختلفی که خودمون میتونیم بذاریم. این امکان رو به ما هم داده که حتی منوها رو هم اونجوری که خودمون میخوایم تغییر بدیم و اون آمار و ارقامی رو به دست بیاریم که خودمون از سایتمون نیاز داریم بدونیم. من صبحان بهرامیزاده هستم از تابان شهر. ممنونم که همراه من بودین.